31 سال بسر انفال آبادینان دا در باز بند. گوته دانیزی که 2000 کردن دبر آبادینان هادبونه به سروشین کرنو زوربه وانشراگز نربون. الیتان هابتن رفاتن 13 قربانیان هاتین دیتن اولدهو که هاتین بشارتن. ادبیروری انفال داتهتا داخواست کرن موچه که سکارن انفالکری و زندانیان سیاسی الحرم عراق بهتا و کف کرن. و کف کرنا موچه زندانیان سیاسی ین عراق و حرم کردستان دیسا لگریان رفات شهیدن قربانیان انفالان شیریا عراق و گراندن اوان رفات هاتین هل دانشگورن کم نزدیکی 2000 ظلام و سنه لو گنج و پیرامیر کردن دست رژیم صدام دیکتاتور تنشوانا 13 رفات هاتی ندیدن اول سردم انفالش رژیم ول کلها نزار که به بلوک و اشکنجه هاتی نشهید کرند گورستان شاخ که هات بونه و شارتم الدهو که چالاکی یک پلکفت و انفال آبادینان پیوچو لکسو کارت انفالکریات دلگرانن جبر کوب گوتن وان هیچ بر پرسه که حزبی و حکومی اندوره ریو رسم انفال این افصال آماده نبون. کوب دلکی بر فرما قصد وری کرو مگو دیوکی هندک جهای تصاف کردن روجا بیروار یا انفال بس مخابنی و کوم چه بر پرسه زلهزی تریم ندید نل وری بتنی هندک کسو کارت انفال هات خواص ما حکومت ما او پتر اهتمام بدت سر کسو کارت انفال او روجا جوانی ساخت کن نوکی افریقا کومدیتی حقیقت دلمم مصوت حقیقت حق نینه هو ثابت کردن خلکی گنده زیاشق پیرامی سمت برنیات گنده شهیدا 44 شهید و رجان فالارش مداین شوان 44 شهید سه شوان برید منن و قلباب من افریقا راستی و مرجع گلک آنا خوشه او رجعت تا پیش جاود ما وقت قلعه نزار که کسو کارت ما بلوکات هاد نکشتن و یک کشتی بلوکا کشتی ویدیش بساخی بین کینات آخر راو بدا خواجی تویت بینیجی گروپانا کا خالیه هکه گاوی احتماله هنرمند که به احتماله هزاران بر پرسو مسئول دستگاه ما داوی گاوت حاضر بن بدا خوا هینیت بین الحمدلله بجاوت خو و جابلا کسو کارت انفال و شهید خرق زانن هایا حسانه یاکوبوی جه دلگرانیا گشت حوالاتیان اوه و گلک جاش و راوشکارن رژیم بعث و کرد بوین او دست تاوان انفالان ده بویه تا نهانه چوینه برانبر چه دادگاه و نهاتین سزادان 16 دفعه برم بس پیش یلمه بینه بدی 10 گند یلمه بود به جسر جولیا گرتن و برم وانگیش کل دو سه روژه هلالو شب برم کنه زیلا دا برم چور هستش از ایدانا قانونی شوان کسات کم اوید هاریکاریا حکمت کرین تو وقتی دا و چک هل گردین بو انفال کرنا ملت خو اوه بلا ببتا درسک مزن از حس کم افتشتا بیت خاندن القطاب خانه بیت گوتن الازگاه مخابن سروکت گلک کسابین پیش عسکریت کتن بو صوتن و کشتنا ملت خو سال 1988 الجرنا و صورت که قرآن پیروز و دیر جهمی به نماین آینی و مروایتیه رژیم بعث عراق انفال آبادینان را کرد و پزاران کس هات نگرتن و روانه جری عراقی هات نکرن و الویر بسر و شین بون. آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک